نسمو متوحدين، اکنون شم ابو محمد مدنی مردم از شما را یک مراجعت میکنم. 200,000 روبل در همینجا تیار ماندگی است. 200,000 روبل شاگرداش در میراسی هم میشناسین، پیرواش هم میشناسین. والله بیلو طلاق قسم ای 200,000 روبل تیار ماندگی است. شاگرداش دو طرفدار را همینجا باشه. اگر کسایی که امروز با بگپ همو با 24 کافر میزنن، ازت کافر میزنه، تو دیگه برادر را پول 200,000 تیار ماندگی است. شاگردش همینجا میدونین یگون تو نیا کنین. طرفداراش میشناسین، یگان میدونم بکروژانش میدونین. من واشوکو سپوریدن در مقامات یا ثواب است. یعنی اونا شما یگان گناه نمیگیرین. فکر نکنید شما الله معبودی برحق، ربم الهم رب العالمین. شکایت کردم و گفتم ای الله نصرتم ده، من مظلوم هستم. اللهم انی مظلوم فانتصر. الله من مظلوم هستم نصرتم بده. به سوی تو شکایت میکنم. اللهم اضرب الظالمین بالظالمین و نجنا منهم سالمین. ای الله ظالمان را به ظالمان بزن و مرا از اونها نجات بده. ای الله مکرشون را به خودشون بگردان، چخیلی که خودت گفتی که و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردن و الله بهترین مکر کننده است و مکر خودشون را به اونها گردان. من ندیده بودم شاید پیش وقتی دیدم فهمیدم که این یک بانگی است. تمام مردم بچه‌ای که در دفترش بودن فهمیدن که یک بانگی است. تو نومرد من شو خواهرت بدم. خواهرت گفت که من نومردم. بس خواهرت گفت. بدشم. خواهرت گفت. بس. اوچای مردگت گفت که من نومردم. کی گفت نومردم؟ تو در روسیه چی خدمت کردی؟ انا میرا بگو. الان جمشید گوش کردم. جمشید شریپوف اولی خدمت داده کرد. باز بازنت به خونه حلالت قسم میخورم به این مردم. میشم چه مردم بازن قزان حلال هم نداری بافکر. بیش پارت گرفت یا گرفت رفتی. گوش کن کمرام. همون کسی بودم که یکمی خدمت ما درک. جون تگرفتم اومدم. ترا اوچا تگرفتم اوچا تگرفتم. پرا تو کی من قطعی در حیاتم و نخوردم. یه بار و خوردم دیدم چشم ترس چون کردگی یا آدم بانگی فهمیدم که تو کی. من میترا دیدم رنگ بین حال پرس. من دیدم گفتم قطعی این آدمی مسلمان گپ نمیزنه. یا منافقه یا دیوانه یا بانگیه. این آدم مسلمانی صحت نیست. اینا من دیدم فهمیدم تو کی. الماس سلام علیکم. گابزا همین آدم بانگی است یا نه؟ بسم الله سر کن. فوز اقرار منم همین چیزا بانگی است. با چشم دیدای. با چشم دیدم نه کمتر 12 نفر آدم زیادتر بود. همین آدم ها هر دش ترا یعنی که زواج نگرفتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما زن قرضدار بودن. من زنشون زدم گفتن که بیا پول تامه تیمت. من رفتم ماشین کارخانه قطعی باید پول من میگرفته میرفتم من کافای کارم. رفتم پول من ندادن. تلفنم ما گرفتن. سیم کارت پیم کارت تلفنم ما کام نگرفتن. یک سوت منم کردن اکا. چی تهدیدای نکردن. کی میکشیم تو در او غرق میکنیم میبریم مقصد در جنگل کارتا میکنی خودت گورود میکنیم. یک کارای چیزای تهدید کردن که وقتی در عقل انسان طوری نمیگه. جمشید خیلی جویدون. من پرسیدم که چی خیل کنیم. گفتم نروید نزنید. پروست شاور وین جوش یوین کلاش یا لینگر بکشم بنن جنگل در کلاش یا بیتقتی زنه تا پارت این جنگل برین. تمام کو. یک تا مشقتی زدن قتی دو تا مشقتی زدن قتی کو کارو حل نمیشود. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله سبحانه وتعالى را حمد و ثنا و شکر و ستایش میکنیم. حق است و یکتا است و بینیاز است و همه وعده ای کردش حق است و به وجود آینده است. یقین داریم که شک نیست. امید ما تنها الله است، ترس ما تنها از الله است و محبت ما هم تنها به خاطر الله است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، بارک الله فیکم. و این چنین مراجعت من به تمام مسلمان هایی که در تاجیکستان هستند، مسلمانان تاجیک که در تمام روی عالم هستند. کتاب من این چنین به همه اونها است. امروز تحلیل مسائل سیاسی حلقه هفتم است که ما یک چند نکته های خیلی هم مهم و ضروری را به شما ذکر میکنیم. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، همه مسلمان ها، چند سال است همه شما از مبارزه شدید بین حق و باطل، بین توحید و شرک، بین ایمان و کفر، بین اسلام و شرک، که این مبارزه اهل سنت و جماعت به این حزبی های رافضه هست، یک چند سال است مشاهده کردید. همه شما با خبر است چقدر بین ما و بین این نحستی ها که دعوای خیلی هم مسلمان های بالا رتبه دارند شدیداً رفته ایستاده است. این یک چند سال است که رفته ایستاده است و همه شما از تهمت های این حزبی ها کرده، از دسیسه های اینها کرده به بالای بنده با خبر هستید. محمد اقبال شرمنده، روسیا، الله خارج بکند، اخزاه الله، اخزاه الله، سال 2022 با یک شاگردش، با یک جانی برادرش، جمپولیک، جمشید گمراه گشته بنگی، در افیر برآمدند. بنده را خیلی تهمت ها کردند، به جماعت ها نسبت دادند، طعنه ها کردند، تهدید کردند. حتی کار به جای رسید که هر دوی این فریبگر، این بندیت ها، این گروپ رافکه آدم کشای بندیتیزم ها به بالای سری بنده 200,000 مبلغ گذاشتند. محمد اقبال و جمشید اینها گفتند که هر کسی که ابو محمد مدنی را در کجا بودنش را به ما بگوید، یا او را نابود کند، بکشد، یا بزند، بشکند، نابودش بکند، ما به او 200,000 میدیم. اینها گمان کردند که ابو محمد مدنی حمایتگری ندارد. البته که اینها کافر هستند، به الله ایمان ندارند، البته اینها همچنین گمان کردند. لیکن ابو محمد مدنی و این برادرانش، این اهل سنت و جماعت تاجیکستان، این طالب علمان اهل سنت و جماعت تاجیکستان، الله دارد، پشتیبان ما الله است، رب العالمین است که خودش گفت که هر کسی که دعوت کرد، حق را رسانید و بجز الله از کسی نترسید، الله کفایت او است. ولم یخش الا الله و کفى بالله حسیبا. الله سبحانه و تعالی کفایت کننده ما است. وقتی که این سخن را گفت،
همه برادران و خواهران موحدین دست برداشتن و دعا کردند که الله این خبثا را شرمنده کن، با مکری کشیدهشون خودشون را گرفتار کن. بنده خودم با الله معبود برحق، ربم الهم رب العالمین شکایت کردم و گفتم ای الله نصرتم ده، من مظلوم استم، اللهم اینی مظلوم فانتصر، الله من مظلوم استم نصرتم بده. به سوی تو شکایت میکنم. اللهم اضرب الظالمین بالظالمین و نجنا منهم سالمین. ای الله ظالمان را به ظالمان بزن و مرا از اونها نجات بده. ای الله مکرشون را به خودشون بگردان، چخیلی که خودت گفتی که و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردند و الله بهترین مکر کننده است و مکر خودشون را به اونها گردان. اینهایی که اتفاق داشتند بر ضد اهل توحید، بر ضد اهل سنت و جماعت، این رافضه ها که بر ضد اهل سنت و جماعت دست برداشته بودند، خیلی خوشحال بودند. این برای بعضی ها مدت زیاد است، برای بعضی ها کوتاه است، برای ما مدت کوتاه است. اندکی نگذشت، 1 سال 2 سال. دیروز دیدیم که برادرها خبر دادند که چقدر همدیگریش را دشنام، تحقیر، همدیگریش را بنگی گفتن و آدم کش گفتن و همدیگریش را دزد گفتن و کبوتر گفتن و فلان و بسمدان کردن است. انا همین است که اینها باطلند. باطل بودن اینها همین است برادرم و خواهر عزیزم. مشرک بودن اینها، باطل بودن اینها که مشرکیشون را ما صدها بار اثبات کردیم. و باز یکی از دیگر همین است که الله در قرآن میگه ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هر یک دعوتی که، هر یک گروهی که، هر یک جماعتی که منهجش از غیر الله باشد، از غیر الله باشد، در او اختلاف زیاد دیده می شود. الله خارشان کرد، مکری کشیدهشان را به سر خودشان زد. او انسانی که به سر ما 200,000 مانده، امروز به سر پول مبلغ دیگرها او را هجوم میکنند. انامین نصرت الله است، انامین پشتیبانی الله است. الله این خبثا را خار کرد، لیکن این کم است. باز اهل توحید دعا بکنید که الله اینها را دوباره خار و ذلیلشان بکند. اینهایی که به دین الله قدر قائل نیستند، اینهایی که به یگان مسلمان قدر قیمت قائل نیستند، این خبثایی که بجز نفس خودشان دیگر هیچ کسی را نه احترام نه آداب و اخلاق ندارند، الله خارشان بکند. هم اقبال و هم جمپولی این خبثا متهمترین، پسترین از زنهای فاحشه هم پسترین ایسان است. من والله گفته بودم به اقبالی شرمنده گفته بودم که این کسی که در نزد تو با این چشمهای دیوانگیش، این آلوسی، این جمپولی که احمق مشرک است، سرت را نمی روزی از روزا میخورد. مرمت از هم دیگرش فرار دارد میگه. انامین از شرمندگی این خبثا. انکنون نقطه اساسی انامین است که الله سبحانه و تعالی میگوید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شما گمان نکنید، همچنین مپندارید که الله رب العالمین غافل از کردگار و کرده های و عمل های ظالمان است. والله الله از کار یگان ظالمین بیخبر نیست. الله از همه ظالمین باخبر است، کم است یا زیاد است، ولی وقت میدهد در فرصت معین، در حالتی که خودش الله در کدام حالتی در وقتی است اونها رو جمع میکند و میگیرد و میکشد. عاقبت ظلم نابودی است، عاقبت ظالم نابودی است، عاقبت ظلم ظالمی شکست پذیری است، نابودی است و پراکندگی است، چهره سیاگی است. زیرا که الله ظالم نیست، ظالمان را دوست ندارد. الله ظلم را به خود حرام کرده و به دیگران هم حرام کرده است. تهمت کردن موحدین، مسلمان های اهل سنت، تهمت کردن، طعنه زدن، دشنام کردن، به سر موحدین مبلغ گذاری کردن، کشتن و نابود کردن اینها در درون سنتر اروپا ایستاده حکم قتل دادن مسلمان ها. البته که این ظلم است، این ظلمی که به سر ما موحدین کردند، این رافضه های خبثا به سر ما اینقدر ظلمی که کردند.
شکایتمون رو به الله کردیم که الله خورشون بکنه، تهمت های کردهشون رو به سرشون بزند، به سر فرزند و پدر و مادرش بزند، به سر خانوادهش بزند، از تهمت نبراید. الله کرده را کشون که چقدر به اهل توحید ظلم کردند، چقدر تهمت کردند، به جماعت ها نسبت دادن، دین ما را بر دروغ طعنه زدن. سبب در چیست؟ سبب در این است که اینها دو مشکلی دارند. مشکلی اول دین خود را به خاطر پول مال دنیا فروختند. مشکلی اول نفسشون. مشکلی دوم این خوبسا به خاطر کرسی به رافضه ها و به یهود ها یک جا شدند. محمد اقبال خبیث نجس رو میدانید که شما این هم یهود و هم رافضه است.